سلام خانم محترم، خوب هستین؟ شرمنده که مزاحمتون میشم. من پزشک شما هستم و طبق شرح حال و معاینه و آزمایشاتتون ما برای شما به بیماری حاملگی خارج از رحم مشکوک هستیم که اگه به تشخیص نرسیم و درمان نکنیم ممکن دچار خونریزی داخلی شدید و کشنده بشه براتون و برای تشخیص لازمه که تشخیص قطعی ما براتون حتما باید سونوگرافی TVS براتون انجام بدیم. آقای دکتر این سونو چی هست؟ با عرض معذرت خانم ولی باید براتون توضیح بدم که این سونوگرافی به این شکلی که اون دسته پروب که باهاش میان سونوگرافی انجام میدن با عرض معذرت باید وارد مجرای واژن شما بشه که ما از اون طریق بتونیم تمام امواحشایی که داخل لگن شما هست، میخواد رحم، لوله فالوپ و تخمدان و ساختار مجاور لگن رو کامل بررسی کنیم که ما مطمئن شیم که شما دچار حاملگی خارج از لگنی نیستید. ایوا ببخشید من روم نمیشه. حق دارین حالا ولی خب خیالتون راحت باشه، تمامی مدت سونوگرافی هیچ مردی حضور نداره و تماما سونوگرافی توسط رادیولوژیست خانم برای شما انجام میشه. والا آقای دکتر من که اصلا روم نمیشه، بذارید از شوهرم بپرسم ببینم اجازه میده. بفرما خانم راحت باشی. سلام آقای ناصری، خوب هستی؟ قربان شما. شرمنده آقای ناصری مزاحمتون شد، خاک پاتون هست. شرمنده آقای ناصری، روم به دیوار، روم سیاه. آقای دکتر اینجا هستم میگن وای کاش میمردم، به شما صحبت نمیکردم. آقای ناصری شوهرشیه، رئیس بانکه. بگذاریم قضاوت نکنم. آقای دکتر گفته و درمان حتما باید بذار گوشی آروم بگم کسی نشنوه. آها بله هم میفرمایید با آقای دکتر صحبت بفرمایید. بله بفرمایید. گوشی حتما آقای ناصری مرد با شخصیتی که زنش باهاش اینجور صحبت میکنه. سلام آقای ناصری. هدایت تک. بله آقای ناصری. هدایت تک. ببخشید جناب طوری شده؟ زن من چیز میکنه هدایت تک. نه جناب سوء تفاهم نشه، ما هیچ غرض بدی نداریم. ما برای تشخیص قطعی بیماری ایشون که ممکنه کشنده باشه حتما باید سونوگرافی انجام بدیم برای نجات جونشون. شما گوه خورده. آقای ناصری برای نجات جان همسرتون نیازه که گوه خورده. ببخشید آقای ناصری لطفا اینطوری صحبت نکنید. دیوز کسکش. خانم محترم شرمنده شوهرتون رضایت نمیدن، لطفا بهشون بفرمایید که حتما تشریف بیارن بیمارستان و فرم عدم رضایت به درمان رو امضا کنن. آقای دکتر بیماریم کشنده هست؟ ممکنه باشه ولی با توهینای شوهرتون قطعا درمان بیمارتون کشنده تره.